یک ظرف کاملا ساده میرسه به دست استاد قلمزنی و اون وقت استاد قلمزنی دست به کار میشه و با ترکیب چکش و قلم و ظرفی که جنسش از مس، نقره، برنج یا طلاست اثری خلق میکنه که ارزشمندتر از طلاست. روند کار اینجوریه که برای کم شدن صدا و سوراخ نشدن ظرف باید ترکیبی از قیر و گچ در ظرف ریخته بشه. داخل ظرف‌ها که از قیر و گچ پر شد حالا آماده طراحی و کار کردن است. استاد ساعتها و روزها وقت صرف میکنه تا طرحش رو با استفاده از قلم‌های مختلف بر روی ظرف ایجاد کنه و شاهکاری از نقش‌های قلم بر روی فلز خلق کنه.